به تعدادی 26 تن از سارقین در شهریار تهران گرفتار شدند. این باند با بهانه کارفرما اعلان کاریابی با حقوق بالای 10 تومان نشر میکند. همه میداند که بعضیها بسیار بیکار مانده و مجبور است سر همون کاری که اعلان شده برود و اون گروه هر نفری که میخواهند سر اون کار بیاید را نگه میدارد و ازش پولی هنگفتی درخواست میکند و فامیلش مجبور است پول را آماده کند و پسرش را تحویل بگیرند. کسانی که قبلا توسط این باند ربوده شده بودند و با پرداخت پول گزاف دوباره رها شدند می توانند به دادگاه شاهد شهر مراجعه نموده و بعد از شناسایی افراد شکایت درج کنند و دوباره پولشان را تحویل بگیرند. هموطنان نازنین که ساکن کشور ایران هستید لطفاً مراقبتان باشید و بیایید یک صدایی که از دوست ما برای ما ارسال کرده بود را با هم گوش کنیم. دوستای عزیز، صحبتی که من میکنم امروز سه‌شنبه تاریخ 19/10/1402 هست. دوستای عزیز، البته در جریان هستیم که چند مدتی میشه که تعداد افراد زنگ میزنه برای بعضی از کارگران، میگن بیاین فلان جای کار خوب است، حقوق خوب میده، حقوق بالا میده، 15 میلیون 20 میلیون میکشانه طرف و بعدا در اونجا گروگان میگیره و مبلغی 4000 5000 10000 7000 3000 دلار از او درخواست میکنه که او بنده خدا مال و اموال و ملک و دارایی باغ و زمینش به فروش میرسانه و تا این پیسه را آماده کنه. بنابراین دوستان عزیز، یکی از برادران ما شما را از ولایت سرپول، از بچهای ولایت سرپول گرفته بودن که در اثر شکایت و پیگیری های مکرر این عزیزان همین باند تعدادی 4 نفر سرباند و 22 نفر دیگه هم که اونا ادعا کردن که ما هم همینجا گرفتار شدیم و پول تهیه کردیم و یک تعداد ما قرار است آزاد شویم، اینطوری 22 نفر دیگر هم گرفتن. با این 4 نفر میشه جمعاً 26 نفر از منطقه شهریار با هماهنگی نیروی انتظامی، با هماهنگی کلانتری، با هماهنگی اطلاعات و دادسرا و دادگاه. دوستای عزیز، کسانی که همچون آسیب پذیر شدن و گروگان گرفته شدن و پیسه دادن در اونجا، اگر به خاطر شناساییش فردا 20/10/1402 در شهریار دادگاه شاهد شهر به خاطر شناسایی این مظنونین حاضر شوند و مال و اموال، پول و دارایی و دلار و افغانی و تومان و هر چیزی که دادن شناسایی بکنن و در اونجا در دادگاه عرضه خود رو، شکایت خودشان رو ثبت کنن. انشالله دوستای عزیز، من عکس‌ها براتون میفرستم، نیاز به شماره نیست. اینمی صدا را که میشنوین، هر کسی که داغ دیده هست میتونه گروگان گرفته شده یا به عنوان اختطاف بردن یا به عنوان کار کاسبی بردن که اونجا پیسه ازشون گرفتن. اگر اینا رو شناسایی میکنین، اکثر اینام افغانی بودن، 26 نفر همش میتونین که در اونجا مراجعه کنین. ساعت 8 صبح شهریار دادگاه شاهد شهر، تاریخ 20/10/1402 و امروز در تاریخ 19 سه‌شنبه اینا گرفتار شدن. السلام علیکم. و اتباعی که در صورت قانونی در این مناطق زندگی میکنند و از مدارک معتبر اقامتی برخوردار هستند باید در هنگام تردد در سطح شهر اصلی مدارک اقامتی و پروانه یا کارت خود را همراه داشته باشد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین استاندار قزوین بیان کرد اتباع مجاز برای تردد بین شهری و استانی حتما باید با مراجعه به دفاتر کفالت برای تردد معتبر دریافت کنند تا با مشکل مواجه نشوند. با اجرای طرح توزیع کارت هوشمند برای اتباع خارجی در کشور، از این پس امکان ماندگاری و ارائه خدمات به اتباع خارجی غیر مجاز وجود ندارد. طریق گفت با جدیت تمام مهاجرین خارجی غیر مجاز شناسایی و با اردوگاه هایی که برای بازگشت به کشور خودشان در نظر گرفته شده است معرفی خواهد شد. از مهاجرین خارجی که به شکل غیر قانونی وارد مرزهای ایران شده اند می‌خواهیم تا به صورت خود معروف کشور را ترک کنند و پس از طی فرآیندهای پیش بینی شده به وطن خود بازگردند. مهاجران افغانستان در ایران این روزها وضعیت خوبی ندارد. از تجمع در صف نانوایی پرهیز کنید. از سوار شدن در متروها جلوگیری کنید. از رفتن در پارک ها دوری کنید. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به چند خبری مهم و فوری. چند روز می شود که افغانی بگیر بیش از حد در استانهای البرز، تهران، مشهد، اصفهان و غیره ادامه دارد که البته معلومات دقیق در دسترس نیست. در بعضی جاها افرادی که دارای برگه سرشماری اند اونها را جمع‌آوری میکند و به افغانستان میفرستد و حتی خانم ها.
و کسانی که دارای برگ همایش و پاسپورت هستند جمع‌آوری شده و با افغانستان بازگردانده می‌شود. خیلی از هموطنان میگویند که در اردوگاه بسیار موردی آزار و اذیت قرار گرفتند و لطکوب کردند، سلی زدن و فحش‌هایی که از دهن برمی آمدند میگفتند، نان و آب و مواد غذایی که هیچ نمیدهند. جزئیات جدید از صدور کارت هوشمند مهاجرین. علی اکبر زارعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی قم با اشاره به اینکه صدور کارت هوشمند ملی مهاجران اولین گام اجرای طرح حکمرانی هوشمند در حوزه اتباع و مهاجرین خارجی است گفت اجرای این طرح از آینده نزدیک و احتمالاً ماه آینده و پس از معرفی یک اپلیکیشن آغاز خواهد شد. با گفته زارعی پس از معرفی اپلیکیشن فوق به مرحله اول اتباع دارای کارت آمایش بایستی وارد اون شود و مشخصات خود را وارد کنند. سپس این اطلاعات با تطبیق در سامانه وزارت کشور راست‌آزمایی می شود و پس از اون بانک سپاه به عنوان عامل صدور کارت هوشمند مهاجرین برای تبع کارت صادر می کند. علی اکبر زارعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم در مورد برنامه آتی مورد به اتباع و مهاجرین خارجی گفت با پیگیری سازمان ملی مهاجرت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور ایران اجرای طرح حکمرانی هوشمند در حوزه مهاجران در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی قم اولین گام اجرای طرح حکمرانی هوشمند مهاجرین را صدور کارت یک پارچگی برای تمام اتباع خارجی دانست. اتباع خارجی در این طرح دارای یک شناسنامه ملی می شود. زارعی در رابطه با چارچوب اجرای صدور کارت هوشمند ملی مهاجران نیز گفت سیاست طرح حکمرانی هوشمند حوزه مهاجران از سوی دولت ابلاغ شده و جلسات آن در سازمان ملی مهاجرت تشکیل شده و کارت های هوشمند ملی مهاجران در حال آماده سازی و چاپ است. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی قم افزود انتظار می رود که اجرای طرح فوق در آینده نزدیک و احتمالاً از ماه آینده و با معرفی یک اپلیکیشن و سامانه ویژه آغاز شود. زارعی با اشاره به ضرورت وجود یک بانک اطلاعاتی منسجم از اتباع خارجی مقیم ایران افزود بعد از معرفی اپلیکیشن فوق از طریق رسانه‌های مختلف اطلاع رسانی خواهد شد. مهاجرین باید در آن ثبت نام کنند و مشخصات خود را وارد کنند. سپس اطلاعات وارده از سوی تبعه از طریق سامانی موجود در وزارت کشور راست‌آزمایی می شود و پس از این مرحله کارت هوشمند ملی مهاجران برای آنان صادر خواهد شد. این مقام مسئول ثبت نام و افزودن و ویرایش مشخصات را در سامانه فوق کاملا رایگان عنوان کرد و گفت تمام اتباع خارجی می تواند خودشان را از طریق تلفن همراه در این سامانه ثبت نام کنند، البته اگر کسی سواد مناسبی نداشت و ترجیح داد از کافی نت ها ثبت نام کنند. طبیعتاً اون مرکز تعرفه خدمات دارند اما از سوی دولت و وزارت کشور هیچ هزینه‌ای برای سامان دریافت نخواهد شد. لذا اتباع مهاجرین خارجی متوجه سوی استفاده کنندگان احتمالی باشند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی قم با اشاره با اینکه بانک سپاه عامل صدور کارت هوشمند ملی مهاجران می باشد گفت یک حساب بانکی برای کارت هوشمند صادر درج می شود. همانند کارت های بانکی دارای نوار مغناطیسی جهت استفاده در تراکنش های روزانه همانند خرید و امور بانکی می باشد. همچنین در کنار کارت هوشمند ملی مهاجرین یک سیم کارت همراه اول یا ایرانسل با پیش شماره مشخص نیز به تبع داده خواهد شد. زارعی خاطر نشان کرد در مرحله اول اجرای این طرح اتباع دارای کارت